روزت چطور گذشت؟ تو شرکت یه دختری هست اصلا حرف گوش نمیده. واقعا؟ چی کار میکنه؟ همش دروغ میگه، یه چیزایی مخفی میکنه، تو دروغای بقیه شریک میشه و واقعیت ها رو مخفی میکنه. این شرایط دیگه مزمن شده، باهوشه و خیلی هم دختر عاقلیه، خیلی هم خوشگله، با یه نگاه آدم رو جادو میکنه. اما همونطور که گفتم دروغ میگه. خب ازش پرسیدی که چرا چیزی ازت مخفی میکنه؟ اگه بپرسم همش یه بهونه میاره. بهونه نه، دلیل داره. اما اصل موضوع رو عوض نمیکنه. خب خیلی بده، کاراشو میگم. بذاری کم فکر کنی. اول از همه رابطمونو با بزرگترین مشتری شرکتمون به هم میزنه. گفتم دخالت نکنین، من حلش میکنم. دستش درد نکنه گفت باشه. وقتی فکر میکردم همه چی حل شده و داشتم میرفتم با مشتری جلسه بذارم، دیدم وسط راهروی شرکت افتاده داره خودشو به این ور اون ور میزنه. ببخشید تو اینجوری تعریف میکنی یکم خنده‌دار میشه، اما اصلا دلم نمیخواست جای اون دختر باشم. نباش، لجبازترین دختر دنیاست. دستش یه پاکت دادن معلوم نیست اصلا توش چیه. بهش میگم در پاکت باز کن و نگاه کن، اما اصلا قبول نمیکنه. پس به زور از دست این دختره احمق بگیر ببین دستش چیه. اونی که به هیچ کس اعتماد نداره، پشت هر حرکت و حرفی دنبال یه چیزی میگرده و در قلبش رو به روی کسی باز نمیکنه، مگه نه؟ البته انقدر بزرگش نکنی، اما اگه یکم حواسش رو جمع میکرد کافی بود. پس یعنی این دختر خیلی هم بد نیست با این چیزی که تو میگی، مگه نه؟ منم دقیقا همینو میگم. بعدش میبینم با صمیمی‌ترین دوستم جوری رفتار کرده که انگار یکی دیگه است. چرا این کارو کرده؟ مغزش ایراد داره؟ همچین دختری دیگه، یکم خاصه. نمیدونم کجا میخواد چی کار کنه. میخوام بهش اعتماد کنم، بعد یه اتفاقی میفته میفهمم که نمیتونم بهش اعتماد کنم، چون هر بار دوستاشو به من ترجیح میده. کار درست یا چیزی که برای انجام دادنش قول داده یا اینکه منو. این مقایسه یکم سخت شد. دوستاش مهمترین قانون شرکت زیر پا میذارن و این از رئیسشون مخفی میکنن. این دخترم به جای اینکه بره به دوستاش بگی بریم به رئیس بگیم، تو دروغ اونا شریک میشه. تو باشی چی کار میکنی؟ تو میتونی به همچین آدمی اعتماد کنی؟ اگه بشناسمش آره، اما من نمیتونم مثل تو به این راحتی اعتماد کنم. بیا. دراز بکش. لرویس، به نظرم این اصلا فکر خوبی نیست. دمیر دراز بکش، زود باش. باشه. چیه؟ تو هم خیلی درازی ها. پاتو بلند کن. به هم گفتی اگه تو بودی چی کار میکردی؟ سعی میکنم درکت کنم. خب چند تا سوال دارم. 1. این دختره که تو شرکته و تو رو عصبانی میکنه، خب. وقتی اونو میبینی چقدر عصبانی میشی؟ از 1 تا 7 یه عدد بگو. 8. واقعا میگی؟ خب به نظرت این دختر نیت بدی داشته؟ یعنی نیتش چقدر بد بوده؟ از 1 تا 7 یه عدد بگو.
0. خب به نظرت این دختره واقعا ممکنه بخواد ناراحتت کنه؟ نمیدونم. به نظر تو چی؟ خب یعنی قبول. آره این چیزایی که گفتی بده، اما قصدش این نبوده. نمیخواسته ناراحتت کنه. اما خب نتایج این کاراش. ببین اونم هست. درسته. بایسته. میدونستی که من قبلا چقدر تو این موضوع دروغ حساسم. خب حالا که میدونست چی؟ با خودش چی گفته؟ 2 تا گزینه هست. 1 عمدن ناراحتم کرده. 2 نیتی به ناراحتی من نداده. نه ناراحت شدن تو رو به هیچ وجه نخواسته. از این مطمئنم. خب پس چیه؟ تو بگو. چرا همش داره دروغ؟ ای بابا اینجا داریم درباره تو حرف میزنیم. یعنی داریم تلاش میکنیم اما تو همش در مورد دختر حرف میزنی. لروکس دوست من این دیگه چه وضعشه؟ مگه برای اولین بار یکیو میبوسی؟ بله چیزه سوالی که پرسیدم یکم چرت بود، اما در واقع میخواستم چیزو لروکس چیزایی که ذهنمو داره به هم میریزه اتفاقات دیشب نیست. چیزایی بود که صبح شنیدم. لطفا این دوتا رو با هم قاطی نکن. میگی جفتشو با هم قاطی نکن، اما متاسفانه این دوتا مثل بند ناف به هم وصلن. لروکس وایسا دمیر لطفا نیا. ببین همینجوریش هم ذهنم درگیره. خب یعنی ذهن من نه، چون ذهن تو درگیر شده منم اینجوری شدم. ببین من مجبورم درکت کنم. خیلی خوب باشه بپرس. چی میخوای بدونی؟ بپرس ببینم. یعنی چی؟ هر چی بپرسم جواب میدی؟ آره جواب میدم. واقعا میگی؟ هر چی میخوای بپرس. خیلی خوب. از دختری که بوسیدیش تعریف کن. واقعا سوالی که میخوای بپرسی اینه؟ آره گفتی که هر چی بپرسی جواب میدم. باشه. یه تابستون خیلی قشنگ تو خونه یکی از دوستان به اسم توسکان بودم. دمیر اولین دختری که بوسیدی نمیتونی تو دانشگاه بوسیده باشی. ببخشید اما لروکس این از کجا در آوردی؟ مگه چند سالگی میتونستی بری خونه دوست توسکان ها؟ دوستم تو مدرسه شبانه روزی درس میخوند. خانواده‌اش دعوتم کردن. منم اون تابستون رو با اونا گذروندم. چند سالت بود؟ 12 سال؟ آره بریم سال بعدی. وایسا یه لحظه. خب از دختره چیزی نگفتی؟ چطور بود؟ سبزه بود یا بور بود؟ خوشگل بود؟ یعنی تو با جزئیات میخوای؟ فهمیدم. باشه. خوشگل ترین دختری بود که تو عمرم دیده بودم. موهای طلایی فوق‌العاده‌ای داشت. دختر درشت هیکلی بود و تو اون بدن بی عیب و نقصش خالای صورتی داشت. صورتش انقدر زیبا بود که موقع غذا خوردن مخصوصا روبروش میشستم و همش به صورتش نگاه میکردم. خیلی عالی بوده. یکم پیش خودت پرسیدی. آره جوابمو گرفتم. تو واقعا داری اینا رو اونجا یادداشت میکنی؟ آره؟ نه نگران نباش، به هیچ کس نشون نمیدم. راز بین دکتر و بیماره. واقعا تنها چیزی که در مورد من کنجکاو بودی بدونی این بود؟ اولین دختری رو که بوسیدی فهمیدم. آخرین دختری هم که بوسیدی میشناسم دیگه. یعنی تو اینو ببین. واقعا که لروکس همین دیشب بود. یعنی خب چقدر زمان گذشته که بخواد اتفاقی بیفته؟
وقتی زنگ زدم خونه نبودی. خب تو هم خونه نبودی. کجا بودی؟ تو کاملا جدی هستی. خب با اون جادوگر برگشتین. دیرم اومدی خونه. واقعا باورم نمیشه. تو عوض کردن موضوع واقعا ماهری. دمت گرم. یعنی تو الان منتظر جواب هستی؟ تو گلخونه وداد بودم دروکس. آره. وداد چطوره؟ خوبه، بهت سلام رسوند. دمیر تو همیشه همه چی رو برای وداد تعریف میکنی. یعنی اینو که تعریف نکردی، چون که اگه تعریف کرده باشی من واقعا از خجالت آب میشم. لروکس البته که تعریف کردم. طرف وقتی منو دید خودش فهمید. یعنی چی؟ چطور میتونه بفهمه؟ مگه اینو از قیافه آدم میشه فهمید؟ وقتی منو ناراحت دید ازم پرسید. منم چون مثل تو عادت ندارم دروغ بگم گفتم بورا و مروه با هم ازدواج کردم. آها تو اونو فهمیدم. باشه پس لروکس تو لروکس باشه همش میپری وسط حرفم. من اینکه سوال نپرسم ذهنمو به هم میریزی. در واقع تو ذهنمو به هم میریزی. حواسمو به جای دیگه پرت میکنی و تلاش میکنی که دروغایی که گفتی و فراموش کنم. میدونم فراموش نمی کنی. دمیر من معذرت میخوام. امشب تمام نمیشه. میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟ منتظر باش. بپرس. میشه یکم از بچگی ها تعریف کنی؟ بچگی چطوری گذشت؟ مثل بچگی همه آدمای دیگه. تو چطور خونه‌ای بزرگ شدی؟ به من دروغ گفتی. چاره دیگه ای نداشتم. میتونی بفهمی؟ من نمیتونم با این همه دروغ زندگی کنم. حتی طاقت دیدن صورتتو ندارم. من چطور میتونم با آدمی که به این راحتی داره دروغ میگه اعتماد کنم؟
صبح بخیر. صبح خیر. زود براتو بشور، املت سرد میشه. همین الان میام. صبح بخیر خانوما. اسمیه جون اومدی؟ صبح بخیر. خب چی شد دیشب خونه آیداینا رفته بودین؟ آره نرفتیم اما همه چی تحت کنترلمه. بیاین اینجا ببینم، میخوام گزارشا رو بهتون بدم. بیا بشین ببینم. قضیه اینه عزیزایی، لروکس، بوراک، ابراهیم، آیدا، مروه، بورا همه با هم وقتی خونه آیداینا رفته بودن حوصله‌شون سر رفته و بوراک گفته که بریم ساحل بستنی بخوریم. وای اون بورا که نچسبم بیخیال نمیشه، به لروکس توجه میکنه، نگاش میکنه، دستشو میگیره. بی خیال از اونها هیچی در نمیاد. کار با دمیرخان تمام میشه. ای آدم اصول کاریش انتخاب کنه یا عشقشو تازه شب تنها مونده. یعنی این آدم چجوری میخواد عشقو انتخاب کنه؟ تنها نمونده دیگه. لروکس وقتی که تو ساحل بودن یهویی بهشون گفته من میرم خونه و رفته. فیروزه پس بگو اینا نمیتونن یه روزم تنها بمونن. ببین چی میگم، اینا که دیشب دعوا نکردن مگه نه؟ آخه دقیقاً موقع انتخاب کردنشونه. یعنی اگه یکم دیگه زمان بیشتری داشتی برای اینکه دمیر عشقو انتخاب کنه یه کاری میکردی. زمان داری، من طبق اون برنامه ریختم عزیزم. یعنی چی؟ ای بابا امروز من به یه چند جایی زنگ زدم نمیتونن بیان شرکت. عزمیه میگم دختر تو هم برای خودت ببری هستی. میبینی نگاش کن. گرسنه نیستی؟ فکر نکنم بتونم چیزی بخورم. بگه ببینم. دمیر تونستی درباره بورا و مروه تصمیم بگیری؟ لروکس اینا موضوعات کاریه، بهتره تو خونه در موردشون صحبت نکنی. تصمیمی که میگیری فقط مربوط به کار نمیشه، میدونی دیگه مگه نه؟ میدونم. چطور میتونی اینقدر راحت باشی؟ فقط دارم از این لحظه لذت میبرم. ما فقط لحظه ها رو داریم دمیر، لحظه های قشنگ. بفرست. صبح خیر یلدریم خان. واقعا؟ باشه. چی شده؟ دمیر خانه. بله دمیر خان بفرمایید. ازمیر خانم ما درخواست داده بودیم امروز صبح با یلدریم خان جلسه داشته باشیم. یلدریم خان گفتن که به محض اینکه برگشتن یه جلسه برگزار کنیم. منم فکر کردم کار مهمی دارین براتون جلسه ترتیب دادم. دفعه بعد اگه خواستین جلسه ترتیب بدین حتما اولش منو در جریان بذارین باشه؟ بله حتما. داری درست میشه. یلدریم خان منتظرم. باشه. ولشون کن تو برو آماده شو، من اینا رو جمع میکنم. برای صبونه ممنونم. نوش جون.
دوبله شده در استودیو جن. میشه جون. باشه عزمیه جون، ممنون. دمیر خان امروز کم دیر میاد شرکت. با لروکس رفتن پیش یلدریم خان جلسه داره. اوف تو رو خدا، کاش هر چه زودتر تموم بشه. هرچی بیشتر طول میکشه من بدتر میشم. برو ببین، باز قلبم داره یه جوری میزنه. ببین مروه جون آروم باش، من الان میرم برات آب میارم، صبر کن. آدم وقتی استرس میگیره تپش قلبم میگیره. خدایی نکرده سکته میکنه میفتی میمیری دخترم. آره فرخ عزیزم میشه تو خفه بشی؟ ایوا جوونا بیشتر تو خطرن. براک اینطوری نگو. نه چیزی نیست، فقط استرس داره، یکم هول شده. عشقم داری منو میترسونی. بریم بیمارستان. نه نمیخوام. الان دیگه خوب میشم. در ضمن قرارمون چی بود؟ یادت رفته قرار شد جلوی دمیرخان قوی باشی. مروه جون سلامتی چی میشه؟ خب یه وقت آسیبی به خودت نرسونی. در ضمن انگار حالت خوب نیست، رنگت مثل گچ شده. نه نمیذارم از این بابت خوشحال بشه، چون یکم طولانی شد. برای همین حالم بد شده و استرس دارم. اما من دیگه نمیتونم منتظر بمونم. نازنین داری چی کار میکنی؟ میخوام به دمیرخان زنگ بزنم دیگه. تصمیمش هرچی باشه الان باید دهمون بگه و تموم بشه. تو دیگه کلا قاطی کردی. به زور میخوای خودتو اخراج کنی. ببین من دیگه تحمل ندارم گوشیو بده نمیشه کنم. نمیتونی دمیرخانو مجبور کنی پشت تلفن جوابتو بده. در ضمن شاید هنوز تصمیمشو نگرفته. برو گوشیتو بده. مروه جون میشه یکم آروم بشی یا نه؟ برو، به هیچ وجه بهش مگه نمیدی. دیوونم؟ برو جون عشقم، میشه گوشیتو بدی لطفا؟ مروه کار دمیرخان رو راحت نکنی. اگه قرار شد بری حداقل تقاص این قانون مسخره رو ازش بگیر و بعد برو. یعنی با این رفتار یهویی اجازه نده حق به جانب باشه. بذار یکم عذاب وجدان داشته باشه. جوونا قور نزنین. آفرین، کار خوبی کردین. تقاصش هم مثل مردای واقعی پس بدین، چون این در شأن شماست. ببین منو، دنیا که با آخر نرسیده، نمیشه با اولین ضربه زمین بخورین. دمیر کی میخوای تصمیم تو بهشون بگی؟ نمیدونم، احتمالا وقتی برگشتیم شد. حس میکنم شمارش معکوس شروع شده. انگار داره وقتمون تنگ و تنگتر میشه. لروکس بس. دست خودم نیست. مطمئنم تو هم همین حسو داری. بیشتر از این نمیتونی تحمل کنی. آره وقتی رسیدی شرکت میخوای همه چی رو بگی، مروه و بورا رو از شرکت اخراج کنی. بعد دیگه پلی پشت سرت نمیمونه. کاش کاری به این موضوع نداشتم. اما نمیتونم. لروکس تو هم با بقیه قرار از تصمیمم با خبر بشی. خسته نباشی، متوجه شدم. از کجا؟ چی رو متوجه شدی ها؟ چون داری آروم رانندگی میکنی. خب ترافیکه. سعی نمیکنی سبقت بگیری، چون اینم از چیزاییه که باید به حساب بیاد. سعی میکنی کشش بدی چون میدونی که میخواد تموم شه. نمیخوای ممنوعیت عشقی رو برداری نه؟ پس جواب نمیدی دمیر. امیدوارم به خاطر اون دختره حماقتی نکنی. الو بورا کجایی؟ باید هر چه زودتر با هم دیگه حرف بزنیم برای دادرس. حالا را هر وقت بخوای نمیتونم کار و زندگیمو ول کنم بیام پیش تا. چی شده؟ تو شرکت مشکلی پیش اومده؟ دمیر تصمیمشو اعلام کرد؟ دمیر هنوز نیومده شرکت. با لروکس رفتن پیش بابا، جلسه دارن. ببینم دمیر میدونه تو هم مدیر این پروژه‌ای؟ بگذاریم وقتی اومد در مورد بی خودی منتظر نباش. تو میبازی.
هرچند به باختن عادت داری. برای همین اگه نیایم درک میکنم. بای. عزمیه من دارم میرم بیرون، کار دارم. اگه دمیر خان پرسید بگم کجا رفته؟ نمیپرسه، نگران نباش. مگه میشه نپرسه؟ وقتی بیاد میخواد تصمیمش رو اعلام کنه، اگه تو رو نبینه چی میشه؟ منم اخراج میکنه ها؟ خودم منتظر همچین چیزی هستم. به هر حال 2 مدیر پروژه که لازم نداره. لروکس هم که همه جا با خودش میبره. این چی داره میگه؟ هیچی اوستا، یکم به خاطر این قضایا ناراحته. به خاطر اینکه لروکس باش رفته جلسه ناراحت شد. خب حق داره لروکس خانوم، منم عصبانی میکنه. یه تصمیم میگیره اما پاش نمیمونه. عملیاتی که اون خواسته بود و شروع کردیم، بعد یهو گفت متوقفش کنیم، در حالی که اگه اون مشتری هیولا رو می آوردیم دمیر خان میذاش میرفت و شماها اخراج نمیشدیم. یه لحظه مشتری هیولا دیگه کیه؟ اوه، دمیر خان دیریم خانوم آروم کرده بود. نکنه شماها بعدش هم یه کاری کردین. تو نگران نباش اوستا، شروع نشده تموم شد. فرخ خان شما میدونستین این خانم مافیا بوده؟ مافیا؟ فرخ؟ چی میگه؟ من از کجا میدونستم؟ منم وقتی خبر رو خوندم فهمیدم. منم اون خبر خوندم. به خدا باید صدقه بدین. خدا میدونه که اون زنه میتونست چه بلایی سر دمیر خان بیاره. فقط برای دمیر خان عزمیه. خدا میدونه چه بلایی سر هممون می آورد. کم مونده بود شریک جرمش بشه. یعنی فرخ خان متوجه شدیم که لروکس تصمیم درستی تو فسخ این قرارداد گرفته دیگه، نه؟ آره از اون لحاظ درسته. آره بله همون. هی آرتمیم، یعنی چی مافیا رو وارد شرکتی که ازشون اون در بیاری میکنین؟ باید تحال همه تونو در بیارم، همه تونو. پاشین از جلو چشم گمشین، برین سر کارتون، بی خودی اینجا نشینین. بریم بابا بریم. 3 ماه برای یک کنفرانس بین المللی میزبان مهمونای خارجی هستین. قراره مهمونهای مهمی داشته باشیم. میخوام تا اون موقع کار بازسازی تموم بشه. یلدریم خان متوجه. اصلا صورت خوشی نداره که براتون مهمون بیاد و تو هتلتون ساخت و ساز همچنان ادامه داشته باشه. اما برای پروژه‌ای که شما فرمودین باید تموم بشه 3 ماه وقت خیلی کمه. بله، در ضمن هر اتاق دکوراسیونش فرق میکنه. حیاط و اطراف استخرم باید بازسازی بشه. این خیلی کار ظریفیه. متوجهم. راستش در حالت عادی هیچ وقت همچین تصمیمی نمی گرفتم، اما با یه گروه طرفم که پروژه آلارا رو با یه رکورد فوق‌العاده انجام داد. اگه بگین این کار انجام میدین بهتون اعتماد میکنم. نظرتون چیه؟ البته نمیخوایم اعتمادتون رو بهمون از دست بدین، اما برای همین کار تو مدتی که فرمودین انجام دمیر خان، برای این کار به کل اکیپتون احتیاج داریم، میفهمی؟ یعنی نباید کسی رو از دست بدین، نه؟ لروکس خانم با یه برنامه ریزی حساب شده حلش میکنیم. اگه بتونین به موقع تمومش کنین مطمئنم به اندازه پروژه آلارا سر و صدا میکنه. در ضمن دمیر میخوام در مورد آلارا ازت تشکر کنم. خیلی خوشحالش کردی. به عنوان کسی که همه حمله هاش به در بسته خورده زیادی سرحالی. با چند تا شکست نمیشه گفت که جنگ تموم شد. پروژه آرتمین که تموم شد، کنفرانس ها و مسافرت هم تموم شد. حالا دیگه دنبال چی هستی؟ تا چند هفته دیگه کار آتلیه تو حیاط شروع میشه. میخوام همه چی آماده بشه. منو برای همین خبر کردی؟ نه، گفتم بیای خسارت رو برآورد کنی. برآورد خسارت؟ آره، یعنی کاری که تا به امروز کردیم. ببخشید، کاری که تا به امروز تنهایی انجام دادم، چون تو هیچ کاری نکردی، چون کاری تو به هیچ دردی نمیخوره. میدونی چرا؟ به خاطر کارای اونا. نه، به خاطر اینکه بدون برنامه بودی. برای اینکه قورباغه باشی نمیتونی عقرب و کول کنی از آب ردش کنی. الانم شدی شاهزاده قورباغه ها. لیروکس جونم نبوسیدتت. اگه حرف گوش نکنی تا آخر عمر قورباغه میمونی آقا. هرچی میخوای بگی زود بگو، چون دارم میرم. اگه دمیر تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی رو برداره، راه برای لیروکس باز و مدیریت زیر سوال میره.
چون همه قوانینی که وضع کرده میره زیر سوال. اگه حذف نکنه نمیتونه با لروکس باشه، تو کارش قدرت میگیره. منظورم اینه که باید بین کار و عشقش یکی رو انتخاب کنه. به نظرت کدومشون رو انتخاب میکنه ها؟ منم دقیقا همینطوری فکر میکنم. ما هنوز هم میتونیم ورقا برگردونیم. خب چطوری؟ آلارا از بچگی همیشه به پاریس رفت آمد داشته، اما اولین باری که اینقدر خوشحال میبینمش. به خاطر اینی که ارائه موفق داشت. بله، هنوزم درباره اون موضوع با هم تماس میگیرن و به هم تبریک میگن، اما این مسافرت تأثیر زیادی رو آلارا داشته. واقعا؟ چطور یعنی؟ حتما شنیدین که خیلی وقت میونم با دخترم شکرابه. دیشب اومد پیش من، اومد همون خونه‌ای که توش بزرگ شده بعد از این همه سال. دیشب تعریف کرد که چی کارا کردی. راستش چیز زیادی هم واسه تعریف کردن نداشت. اونو برده بود این اپرا. چقدر خوب. کدوم یکی؟ لا تراویاتا. اما از قبل همچین تصمیمی نداشتیم. حتی تعجب کردیم که بلیت گیرمون اومد. وقتی بچه بود برده بودمش اونجا، اما حوصله‌اش خیلی سر رفته بود. دیشب متوجه شدم که اینو اصلا یادش نیست، اما وقتی با تو رفته خوشش اومده. البته اون وقتی با دمیرخان رفته با یه چشم دیگه نگاه کرده. انگار که اولین بار رفته بوده پاریس. وقتی با یه معمار همراه باشی همه چی یه جور دیگه دیده میشه. بگذاریم یه دیگه میخوام خیلی وقتتون رو نگیریم. وقتی برگشتم شرکت برای انجام پروژه برنامه ریزی میکنه و دوباره همه چی رو بررسی. به لطف شما دیشب خاطراتم با دخترم زنده شد. ازت ممنونم. خواهش میکنم. به امید دیدار یلدریم خان. موفق باشین. دوبله شده در استدیو جن. داری چی کار میکنی؟ اگه چیزی بخوری حالت بهتر میشه. بیا. من با تو نمیام. البته که میام. اما اگه بخوای لج کنی با پای خودت نیایی مجبور میشم بغل کنم. یعنی باید لروکس رو تو شرایط سخت قرار بدم. این کارا نمیکنه. البته که باید این کارو بکنی. لروکس تو شرایط خیلی سختی قرار میگیره. تنها کاری که برای دور کردن لروکس و دمیر از همدیگه میتونیم انجام بدیم همینه. اون ترکی که مروه اینو ایجاد کردن و بیشتر. همیشه تو بعد ازم سوال بپرسی؟ تو هر کاری دلت میخواد میکنی، اما من وقتی برای کار میرم یه جایی باید به تو حساب پس بدم. وقتی یکم باهات خوب رفتار میشه میخوای سوار آدم بشی، اینو میفهمی؟ الان تو خوب رفتار میکنی؟ دستمو میگیری تو اتاق حبسم میکنی، از ماشین به زور پیادم میکنی. دراز بکش لروکس، بیدار شو لروکس، ساکت شو لروکس، بخواب لروکس. اون روز کجا بودی لروکس؟ ازت میپرسم اما دست به سرم میکنی. من سعی میکنم درکت کنم اما تو حتی نمیذاری یه قدم بهت نزدیک بشم.